سلام سلام سلامی دوباره. چه خبر؟ خیلی بعد ساعتیه فکر کنم تقریبا نزدیک 3. سلام 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 سلام. چه خبر؟ چیکار میکنین؟ ببینم. قطعی شده. روغن تو ایران قطعی شده یعنی چی؟ این روغن نیست؟ همه خوابن که خانم. آره فکر کنم بعد ساعتی. چه خبر؟ من 2 تا استوری گذاشتم گفتم که آقا بیاین تو لایو با هم دیگه صحبت بکنیم، حرف بزنیم. محسن افشاری، بذار من یه دقیقه با محسن حرف بزنم تو لایو. محسن بیا بالا، بیا بالا 3 دقیقه صحبت کنیم بعد من کار دارم. چرا انقدر نچسبی؟ تفلونم شاید. وای با مزه هم هستم. محسن بیا بالا. این مگه هک نشده بود؟ گک نشده بود؟ الو خوابی؟ نه بابا داشتم فیلم میدیدم. نبینیمت یعنی آقای افشانی؟ خیلی تخیلیه. من مسائل اسلامی رو رعایت کنم. چطوری؟ چه خبر؟ بابا چرا نمیخوابی تو؟ ببین نمیخوابم، خوابم نمیبره. نمیدونم. اوورکتینگ هوای اونجا اینجوریه دیگه. اونجا که مگه کجا؟ چی زده بالا؟ اصلا ببین دلم نمیخواد بخوابم. بعد تو باورت نمیشه تمام زندگی من به خدا خلاصه شده به کاغذ و خودکار. یعنی تمام زندگیمو دارم مینویسم. یعنی 1000 تا کاغذ سفید اینجاست، بعد سیاه میشه میره کنار، دوباره وایاده بلای. اون کاری میکنی. چه آقا خبر؟ چیه؟ جنجال درست کردی، این داستان چیه؟ بیا وا بده. بیا تو لایو صحبت نکنیم. کلا حاجی نمیدونم چیزا. لایو ما سر صدا میکنه. بیا سر صدا نکنیم. ما که سکوت هم میکنیم صداست. عجیبه الان 17,000 نفر تو لایو ما ساعت 3 صبح. یا امام غریب. امام غریب تمام دیگه. ماشاءالله یه اومدم. لایو گذاشتم صحبت کردم. خب و من خواب بودم اون موقع دوباره. خواب بودی؟ ساعت خواب آره. تو هماهنگ کن آقا، کار داریم. نه من یه روز کامل نخوابیده بودم، خوابیدم دوباره بیدار شدم. خب ای تا ضد قصه ها چیه دیگه؟ واسه همین بذار سکوت کنی. فعلا سکوت میکنی. اوکی باشه. به موقعش حرف بزنی. چه خبر؟ نوشتهات به کجا رسیده؟ محسن افشانی لایو میخوایم چیکار کنیم؟ ببین سوالا رو دارم آماده میکنم. آره خب بذار شرایط لایو رو بگم. اولا چرا ما روشن کن اول ببینیم آقا. بابا تو رو اول فاز بذار من اینو اینوریش کنم. وایسا من اینو اینوریش کنم. چیکار می‌کنیم؟ بگو. ببین شرایط لایو اینه. اولا که ما پیجامون قفله. به هر حال دوستامون که میخوان بیان لایو باید تو صفحه جفتمون باشن لایو ما رو ببینن. خب و اینکه سیو هم نمیشه. باید تو لایو خودمون حضور داشته باشن. 10 تا سوال شما آماده میکنید، 10 تا سوال من آماده میکنم و موظفیم جواب بدیم. حالا از زیر و بم زندگی من هر چیزی در آوردی میتونی سوال کنی آدم جواب میده و جواب بدی. باشه جواب میدی. تو هم موظفی جواب بدی. و اینکه یه شرط خیلی جالب دیگه هم میدونی می‌خواستم بگم. آها صندلی داغ‌طوریه. اینو قبلا اشاره کرده بودیم، یه بار دیگه میخوام بگم که بچه‌ها در جریان باشن. حاجی ترامپ و بایدن میان دیگه. بله چرا نیان؟ موظفم میان. هماهنگی‌ها انجام شده. بعد هنوز معلوم نیست چه خبره. کارهای اداریشون رو انجام دادیم. ترامپ و بایدن. به نظرت کی میشه؟ ترامپ میشه یا بایدن؟ بیا سیاسیش نکنیم. اصلا بحثمون هنر و فلسفه است. آقا سیاسی چیه؟ داریم میگیم رئیس جمهور آینده امریکا به نظر تو کی میشه؟ من میگم بایدن.
لایو ما در این انتخابات تاثیرگذاره دیگه. سربسته گفتم بگیر، سربسته گفتم بگیر. ترامپ اذیته، ترامپ دل و رودش میلرزه وقتی میبینه ما لایو میذاریم. میگه الان مثلا یه تیپی از مخاطبای مثلا بایدن میرن تو صفحه مثلا ریحانه و محسن، بعد باعث میشه که اون بزرگوار رای بیاره. خیلی ناراحت. حاجی تو چرا این همه سال پشت خوردی سکوت کردی؟ من چرا سکوت میکنم؟ چرا اینقدر فوش میدن؟ چشونه تو بدترین شاگرد منی، تو بدترین شاگرد منی. تو باید سکوت کنی. ببین من ایسی بگم، زمان خیلی نامرده. زمان کار خودش خوب بلده. زمان خب بذار زمان بگذره، یه سری اتفاقا میفته، خودت کرک و پرات میریزه. تو چرا فاز سیگار گرفتی؟ با خودکارم فاز سیگار برمیداری؟ مثلا سر رفته. اون ویدیویی که گذاشته بودی آخه خودت سیگارت داستان شد دیگه. من چرا با سیگار برمیره؟ تو که میدونی من که سیگاری نیستم. بله در جریانم. بعد اینکه ریحانه فقط تریاک میکشه با وافور. ریحانه یه مدتی هم تزریق میکرد، شریان مندشو میزد، قشنگ شارگشو میزد. تو که تیتر میشید نکن این کارا رو. بیادبی نکن تو لایو، بیادبی نکن دختر. بزرگترت هم 10-11 سال فاصله سنی دارم، احترام سن و سال ریش سفیدم رو میگردم. ولی چیه میزنی؟ واسه دیگه نه آخه نمیدونم، قیافه منم شبیه عملیاست مثلا. منو شبیه شیشه فروشه میدون شوش میبینن. آخه من به قرآن مجید من چایی هم دوست ندارم. خب قلیون، سیگار، مشروب، نمیدونم چایی، میدونی دیگه تو. بعد ملت مثلا منو میبینن میگن داداش گلو میچاقی، میگم به جون مامانم من اهل نزده و نخورده. آره والله من همینجوری هایپرم. آخه من همینجوری هایپرم. من الان اگر چیزی به اسم محرک بخواد به بدن من اضافه بشه اتفاقا من فس میشم. من میشناسم دیگه این متابولیسم لعنتی بدنمو میشناسم. من همینجوری رو هوام. دوستای صمیمیمو آقا 20,000 نفر الان دارن ما رو میبینن. چه خبر؟ شبتون بخیر باشه. ساعت 3:20 و 3 آره یه اسکرین شات کن، یه اسکرین شات کن. 3:40 دقیقه 20,000 نفر. خب برو تو اسکرین برو. حله من میرم. بعد اینکه میگم آره این خیلی حرکت نامردانه یه ریان پارسا. میگم آقا شما که ما رو نمیشناسید چرا مثلا قیافه رو میگی؟ این که از قیافش معلومه کوکائین میزنه. میگم کوکائین مثلا از کجای قیافه میزنه بیرون که تو میگی معلومه؟ مثلا ما شنیدیم مثلا اینجاها راست بگی؟ من اینا نمیدونم. من میگم مثلا چش خیلی براق میشه. خب چش اینجوری آقا نچست این واسه همین الان تو داشتی میگفتی. میگم مثلا حالا من مثلا ولی خدا شاهده دارم میگم من در مورد هیچ کدومش اصلا اطلاعات کافی ندارم. فقط در جریانم تو جامعه چی میگذره اینا. من اهل هیچ چی نیستم. این دخترم حالا رخ سیگار میگیره، نمیدونم استایلش شاید دوست داره. با خودکارم فاز سیگار برمی‌داره. این از این. میخوایم تو لایو چیکار کنیم؟ بگو. آها یه سوال من میپرسم یه سوال تو. من با این یکی گوشیم آنلاین حواسم به کامنت ها هست. زیر پست آخرم هر کی سوالی داره میتونه بپرسه. من درجا از ریحانه میپرسم. ولی الان سوالایی که برام فرستادین و 10 تا گلچینشو نگه داشتم. چطوره سوالا؟ عجیب غریبه یا نه؟ یکی کنم. نابیه مثل خودته. نه بابا. یک سوالایی دارن مردم، یه سوالای عجیبی دارن. یه چیزی خیلی جالب. امروز رفتم اداره گذرنامه استلام خروج از کشورم بگیرم ببینم ممنوع الخروج چیزی نیستم و اینا. اونجایی که خیلی دوستان همیشه به ما لطف دارن ما باید بریم ببینیم مثلا ممنوع الخروج هستیم یا نه. تا رسیدم اونجا اون دوستمون که اون پشت نشسته بود گفت آقا افشانی یه سوال بپرسم شاید خوشم تو لایو باشه الان. گفت جوابم میدی یه آره یا نه؟ همون لحظه گفتم نه داداش نه خدا وکیلی نه. یعنی دیگه انقدر الان مشخص قضیه چیه در مورد من و تو ایران. مثلا دیگه خودمون جوابا رو میدونیم. گفتم به جون مامانم نه. ما قراره لایو بذاریم، کار اینجوری داریم با هم، مثلا داستانی نیست و اینا. مگه ما حرکتی کردیم که ملت زدن ارتباط مثلا خانم پارسا با آقای افشانی؟ ما جز این که گفتیم یه لایو می‌خوایم بذاریم. 20500 نمیدونی شما توی اون گربه من چطور تک کردم؟ بعد تو یادته که اون روز ما داشتیم صحبت می‌کردیم گربه چقدر پامزه اومده بود سمتم. یعنی همه چیز بر اساس اتفاق بود و اون اتفاق افتاد.
ولی واقعیت اینه که خب ندیده. یه تعبیری هست میگه هیچ اتفاق نمیفته. 20800 نفر. الله اکبر. دوستتون داریم همین. خب لات خر 21000 نفر. لات خر با من نیاد. چی؟ لات خر با من کجا نیاد. نوشتن؟ یه جا نوشتن. خب تو که استایلت فاز پسرون است و اینا که این تو شکی نیست. یعنی به تو شاید عوض شدی ریحانه. عوض شدم حالا اوکیه. نه بذار یه چیزی رو من بگم. عوض شدی ریحانه، عوض نشدی نداریم. من یکی از اخلاقیات نامانوس همسنفای خودم رو بگم. نامانوسه، دارم الان براتون توضیح میدم چرا. آقا ما هم آدمیم. خب ما هم بالاخره یه گذشته‌ای داریم، یه زندگی داریم، هر کدوممون یه اخلاقیاتی داریم. این که مثلا یه سری آدما تو رو تو سریال‌ها و فیلم‌ها می‌بینن و احساس می‌کنن تو همونی. تو اون ریحانه پارسای مثلا چادری هستی تو سریال پدر. یعنی میگن آقا این یه دختره بد بوده، حالا مثلا چادری شده، آفرین الان ریحانه پارسا دیگه یه آدم چادری. یا محسن افشانی پویا نظری سریال ترانه مادریه، اون بچه اسکلی که درس خون بود، یه عینک گرد میزد و میرفت دانشگاه، مامانش هم مثلا آب جوشیده میذاشت تو کیفش. دوستان ما نمیدونن که بازیگری یعنی دروغ صادقانه. دروغ صادقانه یعنی اگر من بازیگر خوبی باشم به صادقانه ترین شکل ممکن به تو مخاطب دروغ میگم که تو اون نقش رو باور کنی. حالا این دلیل نمیشه اگر من یه مثلا آدم مثبت بازی کردم یعنی تو زندگیم آدم مثبتم، یا اگه نقش یه دزد بازی کردم من دزدم. حالا میان الان کاراکتر واقعی تو رو میبینن، تو هم یه انسانی، خیلی هم شبیه من و تو آدمای شروری ان، دوست دارن اصلا سر و صدا کردن، میان عوض شدی. اونی که عوض شده یا ادای عوض شدن در میاره اون همکارا و رفیقای مان که پیش ما یه شکل دیگه هم خود واقعیشونن ولی واسه مردم تو مجازی سر کار یه شکل دیگه هم. این زیبا نیست. پس ریحانه عوض نشده. اتفاقا یکی مثل ریحانه پارسا و محسن افشانی خودشونن. اونایی که خیلی خوب حفظ ظاهر کردن اونا بلدن، ما بلد نیستیم. دقیقاً. یکم نوشته عمله ها درست داره میگه. اوکی. ببینی زمان میگذره و زمان خوشبختانه متاسفانه خیلی قصه رو روشن میکنه. ولی بزنیم زمان بگذره. الان فیلم خوب چی میبینی؟ فیلم واقعیتش نمیبینم این روزا. خیلی درگیر چیزای دیگه هم که خودت میدونی. یعنی نان استاپ روی کاغذ خودکارم همش. حالا یه مقدار از رو کاغذ خودکار پیاده شو، یه فیلمی سریال چیزی ببین حالت خوب شه. حال میده. آره. من میخوام سریال سی رو دیدی؟ سی. ببین روزی 3 ساعت باورت نمیشه وایس های مدیتیشن و این جنس اتفاقات تو گوشمه. سر زور یه ساعت باش میخوابم، یه ذره بلند میشم، یه ذره تنفس و اینا. به خاطر همین خیلی درگیر این جور چیزا و فکر میکنم آدم وقتی خودش رو نجات میده از انرژی های بد، اتفاقای بد، جهان رو میتونه تحت مسیر انرژی مثبت قرار بده. یعنی سیطره خودش در بیاد. دکتر ریحانه پارسا خیلی درگیر اینم که خودم رو چیز کنم، خودم رو سمت فضای مثبتی ببرم. همین امروز واقعا 1.5 ساعت همینجا خواب بودم، داشتم وایس های چیز گوش میدادم، وایس های مدیتیشن گوش میدادم. خیلی خوبه. دنیا رو انرژی میگذره. تو اگر انرژی مثبت بدی مثبت میگیری، منفی بدی منفی میگیری. حالا از اینکه سه شنبه ساعت 10 شب بیا تو لایف کار داریم. ببین رنده میکنم من. خودتو آماده کن. لباس زره تو بپوش، لباس دعوا تو بپوش، زنگ آخر وایسا. اوکی. آقا برو حال شو. شب بخیر و اینا من کار دارم. درود و 200 بدرود. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب بخونیم جریان بهش رو بگی بریم تا بخوابیم. بابا جریانی وجود نداره، من همه رو توی استوری گفتم دیگه. یه سوالم کردم، اگر قصه روابط آزاده، اگر قصه اتفاقات آزاده، خب همه باید حرف بزنیم که چه کاریه. بذاریم من یه دقیقه ببینم لایف چه خبره. دقیقه بایستی
مادر چند راحت بیادبی میکنی. آره واقعا من متاسفم. من به جای دوستام عذر میخوام بیادبی. یه اتفاقی این وسط میفته، محدودیت ها باعث خیلی چیزای ترسناک و تلخ میشه. من ریحانه پارسا وقتی زندگیم تصمیم میگیرم و چون ترجیح هم بینه صلاح بینه که نمود بیرونی داشته باشه تا به صورت علنی اتفاقات طی بشه، مجبور به قبول یک سری فرمول ها و دستورالعمل های حاکم به اتفاق هست. مثلا من کامنتو میبندم میخواد اینکه زر حواسم پرس میکنه و میخوام زر سریع باتون صحبت بکنم. اتفاق میفته زمانی که مثلا من با کسی آشنا میشم و تصمیم میگیرم با اون آدم زندگی کنم، خب تحت عنوان همخونه، همسر یا نمیدونم هر چیزی، اون آدم وارد زندگی من میشه و به خاطر اتفاقاتی که وجود داره هیچ عنوانی به جز عنوان ازدواج نمیتونه صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی که این عنوان، این لیبل باید بخوره تا من بتونم قصه رو برای کسایی که من رو میشناسن قابل هضم بکنم. نمیخوام ورود کنم به ماجرا، ولی اتفاقی که تا الان واضح بود و از الان به بعدم واضح هست. فقط میخوام از طرف خودم بگم که این قصه از طرف من هم گفته شده و یا این واقعیت وجود داره دیگه. یعنی که تو گاهی بسته به شرایطی که درش وجود داری مجبوری، یا بهتره، حداقل کلمه مجبوری رو بکارم، بهتره که شرایطی رو بچینی، بستری رو فراهم بکنی من باب اینکه دوچار حال بدی هایی نشی. شاید نمونش 15,000 نفر اینجایی، نمیدونم از الان به بعد چند نفر این صحنه رو ممکنه ببینن. شاید هر کدوم از شماها تا الان این نقطه رو حدس میزدین. شاید هر کدوم از شما از تک تک ریاکشن ها دوچار این ذهنیت میشدین که این اتفاق ممکنه یه روزی بیفته. نمیدونم. امروز من با دوستای زیادی از دوستای خودم صحبت کردم و حالا متاسفانه یا خوشبختانه نقطه‌ای که من دوچارش شدم و مدت طولانی هست درگیرشم نقطه‌ایه و جایگاهیه که هیچی نیست، هیچ اتفاقی نیست، اما دغدغه است. میدونی؟ یعنی مثلا اول از همه من این چیزی رو بگم، این مویی که میبینی طبق اون قوانین زیر 2 سانته و طبق قوانین جمهوری این مو به لحاظ اسلامی دوچار اتفاقاتی نمیشه. حالا تا اینجایی میخوام بهتون بگم که تا وقتی این مو زیر 2 سانت هست چه اتفاقی میفته. یعنی که خیلی دونه هم جان شروع میکنم زنگ میزنم، نمیدونم، مهم نیست، ولی من بالاخره باید این کارو میکردم. بالاخره باید واقعی ترین تصویر از من دیده میشد. مهم نیست چقدر صورتم رو ریش داره، مهم نیست چه شکلیم، این اتفاق باید میافتاد و نمیدونم تحت چه شرایطی افتاد. الان شاید کاری با هیچی ندارم، میگم موهام زیر 2 سانت هنوز هیچ چیزی رو جابجا نکرده، ولی این واقعی ترین تصویریه که از من در روزگار وجود داره و من هیچ وقت نمیخوام روبروی هیچ چیزی وایسم، اصلا مدل من نیست، ولی این اتفاق افتاده و این واقعی ترین
و حقیقی ترین تصویریه که مخاطب باید از من ریحان پارسا که تا الان دیده در جریانش باشه. 1000 نفر افشاگری میکنن، عکسای 14 سالگی 15 سالگی رو میذارن، اوکی. ولی چیزی که وجود داره چیه؟ اینه که این تصویر همینقدر احمقانه، همینقدر واقعا بی برنامه، این واقعا ترین تصویریه که از من تحت عنوان این اسم و فامیلی، یعنی وقت تصویر به تو ذهن به وجود میاد وجود داره. قرار به هیچی نیست. من تصمیمم رو گرفتم، من قراره که دیگه کار نکنم. شده به قیمت این تموم شه که در هر نقطه‌ای که زیست میکنم تو کمترین حد ممکن اتفاقات رو در بر بگیرم. اوکی. یعنی که تو بگیر مثلا زندگی سختی پیش رو داری، اوکی. بی پولی پیش رو داری، اوکی. 1000 جور آوارگی پیش رو داری، اوکی. چرا؟ به خاطر اینکه تو کشور خودت، تو شهر خودت، تحت عنوان چیزی که سالیان سال براش تلاش کردی نتونستی قدمتو برداری. تلخه. قرار به این نبود که این شکلی نصف شب من الان بیام و شبیه به خودم باشم. و شبیه به خودم یعنی چی؟ یعنی که آقا همینه، اصلا هیچ اتفاق دور از این نیست. من که تا الان هم همین بودم، یعنی همین کاغذ سفید، یعنی هر اون چه که پیش روی من ممکنه باشه. نمیدونم چی پیش رومه. همونقدر از هر آدمی که تا الان در این 3 سال شاید من رو دنبال کرده، میخوام که آقا من رو دوست داشتین نداشتین، خوب بود نبود، خیلی بامزه داره، به تعداد لایو اضافه میشه، بامزه است، هر شکلی بود من رو اینجوری که هستم بپذیرید. همین شکلی. میگم 1000 بارم میگم، من روبروی هیچ چیز وای نستادم. من صرفاً خواستم نفس بکشم، شبیه به خودم روزم رو شب بکنم. همین لحظه نمیدونم فردا چی منتظرمه، نمیدونم چه جنس اتفاقایی میاد سر راهم. من دارم بهتون میگم از هر اون چه که شما فکرشو میکنید من هم تحت مراقبت ممکنه که باشم. اوکی، همه اینا قبول. خب اما حرف من یک چیزه، من دچار سوء برداشت از کاراکتر خودم میشدم. به مرور جنون‌هایی سمتم می اومد و ممکنه در ادامه بیاد که هیچ ربطی به من نوعی نداشته. خب یه اتفاق این وسط میفته، از فردا به بعد زندگی منو هیچ چیز تعیین نمیکنه، شاید جز قضاوت‌های شما، جز این که من همین الان لحظه به لحظه همینقدر دلی تصمیم گرفتم چیزی رو که مدت هاست توی سرم دارم بالا پایین میکنم بشه نشه، نمیدونم، وای نمیدونم، هیچ چیشو نمیدونم. ولی من اگر کنار کشیدم از پکیج اتفاقاتی که باعث شد شما من رو بشناسید، صرفا بابت اینه که آقا من دلم میخواد دنبال خودم بگردم، نه هیچ چیز دیگه. من اصلا با هیچ چیزی هیچ کاری ندارم. من دلم میخواد آرامش داشته باشم، امنیت داشته باشم، سلامتم برقرار باشه و در جهت امتداد این جنس اتفاقات بتونم برای خودم در سلامت خودم زندگی کنم، روزم رو شب بکنم، ورزش بکنم و نمیدونم دنبال دغدغه‌های شخصیم بگردم. قطعا عجیبه براتون، منم اندازه شما نمیدونم از فردا به بعد چی منتظرم، اندازه شما نمیدونم که از فردا به بعد چه اتفاقی میخواد بشه، ولی انقدر خوشحالم، مطمئنم امشب انقدر آروم میخوابم که امشب واقعی ترین تصویر من تحت عنوان اسم و فامیلی من در ذهن شما قطعا شکل گرفته که من نیازی به 1000 تا پلن بابت این که خب قراره چی بشه و ندارم. من همین شکلی که هست، شاید همینقدر ساده، احمقانه و خنگ
که مثلا همچین اتفاقی رو میاد در همچین بستری به وجود میاره و تموم میشه. ولی اتفاقی که وجود داره اینه که چیزی هم به جز این وجود نداره. من همینم، زندگی دارم میکنم و همونقدر به خودم اجازه زیست میدم. عجیب شد، تلخ شد، نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی من خیلی دوستتون دارم. یعنی تمام اون 19,000 نفری که دارین من رو دنبال میکنین، من خیلی دوستتون دارم. از الان به بعد شماهایی که تو این لحظه، من بهتون گفتم تو لایو باشین، منتظر باشین، کار داریم، شماها بخشی از روزگار من تلقی میشین قطعا. و من هیچ کاری با جهان بیرون ندارم، چون در نهایت من در یک جهان یک نفره که خودمم و خودم دارم زیست میکنم و امیدوارم سوء برداشتی از هیچ کدوم از اتفاقات نشه. خیلی دلم میخواد حرف بزنم، خیلی حرفا هست، ولی همونقدر سکوت گویای همه چیز هست. این لایو شاید مهمترین، اساسی ترین، قطعی ترین حرفای من نسبت به کل اتفاقای زندگیم، چه اتفاقی که تا الان افتاده، چه اتفاقی که از الان بعد ممکنه که بیفته باشه. یعنی که شاید بتونم بگم تو حساس ترین نقطه زندگیم وایسادم و کاری رو که شاید تو این لحظه جلوی شما کردم که آقا این کلا از سر من برداشته شد، این کلا از سر من برداشته شد. چقدر جمله عجیبه. نمیدونم، همونقدر امشب تا شاید صبح آزادم که با شما حرف بزنم، همونقدر فردا اتفاقاتی پیش رو میاد. نمیدونم، ولی من فقط انقدر مصرم، انقدر مطمئنم که قید روزگاری رو که تا الان درش زیست کردم، کار کردم و رو زدم. اوکی، انگار دارم خواب میبینم، واقعا انگار دارم خواب میبینم. هنوز باورم نمیشه. یعنی این تصویر شاید بعیدترین تصویریه که کسی در روند اتفاقات من میتونست واسه خودش ببینه. نمیدونم، هیچ کس این حجم جنون رو باور نمیکنه. هیچ کس باورش نمیشه که این حجم از جنون ممکنه که در یک آدمی باشه. ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که من فقط دلم میخواد آروم واسه خودم زندگی کنم و اصلا کاری با هیچی ندارم. و یک لایوی گذاشتم سر شب، تو اون لایو هم گفتم من در کتگوری، در زیرگروه هیچ قصه‌ای جای نگرفتم و جا نمیگیرم. من یک شخصم، یک فردم، یک آدم که صرفاً داره روزش شب میشه با دغدغه های شخصیش. من اصلا با کسی و چیزی کاری ندارم، اصلا مال من نیست این اتفاقات. یعنی من برای خودم صرفاً دارم روزگاری رو میگذرونم، روز شب. نمیدونم، واقعا نمیدونم. هیچ کدوممون نمیدونیم فردا چی منتظرمونه، ولی همونقدر که هممون نمیدونیم، من هم نمیدونم از فردا چه حجمی، چه حجم ریاکشنی، چه حجم حمله‌ای سر راه من ممکنه که باشه. خب نمیدونم، واقعا نمیدونم، به خدا که این گیم نیست، واقعا نمیدونم. ولی همینقدر احمقانه، همینقدر بی پلن این قصه رو چیدم، یعنی که این روند این لایو رو چیدم که توی این لایو این اتفاق بیفته. خب حالا از الان به بعد شما همتون شاهد بودین، از این لایو 1000 تا ویدیو برداشت میشه، وایرال میشه و نمیدونم هر شکلی که هستش. دیگه تا الان که قاضی بودین، از الان به بعدم قاضی باشین که من روبروی هیچ چیز با این هستم، که من قرارم به مقابله گری با هیچ قصه ای نیست، نبوده. من برای خودم دارم زندگی میکنم، برای خودم دارم زیست میکنم و هیچ چیز به جز این در جهان من وجود نداره. خیلی بامزه است، تعداد لایو داره اضافه میشه، خیلی هیجان من داره میره بالا. خلاصه که
یه خبرگزاری هستش توی پیج سینمایی، من بارها خبراشو دیدم. یه جمله نوشته بود راجع به من، خیلی بامزه بود. نوشته بود که ریحانه پارسا مهاجرت کرد، بازیگری که برای رفتن آمده بود. برداشت اون شخص محترمه، اوکی، ولی واقعیت اینه من نیومده بودم که برم. شاید یه ذره قصه رو ببرین عقب‌تر، من اصلا نیومده بودم. من بر اساس اتفاقات، علایق و دغدغه هایی که در مسیر هنر و بازیگری داشتم مواجه شدم با اتفاقاتی که هیچ کس نمیتونست بهش نه بگه، منم نمیتونستم نه بگم. کسایی که منو مثلا 4 سال پیش میشناختن الان توی این چند سال، توی مثلا 2 سال 3 سال با من مواجه میشدن، به یه اتفاقی برمیخوردن، میگفتن که خب تو چقدر از خودت فاصله گرفتی تو این سالا. چون نمیدونم فرصت بعدی کیه که با شما اینقدر بشه با صراحت صحبت کرد. الان دارم همه اینا رو میگم. آره من چندین سال از روز اولی که استارت زدم به شکل حرفه‌ای کار بکنم، از خودم هر روز یک قدم فاصله گرفتم. همه اینها قبول، ولی کی میتونه این رو توجیه بکنه و من رو مجاب بکنه که شرایط و اتفاقات مثبتی که هر آدم درش دخیل میشه و به وجود میاد براش، کی میتونه بهش نه بگه؟ واقعا نمیشه. یک جمله‌ای در ذهنم تکرار میشه و ترسناکش اینه که هیچ کس رو کره زمین نمیدونست که ممکنه در این لایو همچین اتفاق شد. هیچ اتفاقی هم نیست، ممکنه همچین اتفاقی صورت بگیره. اتفاقی افتاد، اوکی، نمیدونم فردا چه شکلیه باشه، دوستتون دارم و خواستم فقط یک چیز صورت بگیره. من اگر از پکیج سینمای ایران، از بازی کردن در سینمای ایران و اتفاقاتی از این حوالی فاصله گرفتم، صرفاً یک دلیل داشته تا الان، اینه که اون حجم انرژی که به لحاظ خروجی از من ساطع می شد، اون اتمسفری که درش بودم پاسخگوش نبود. یه جمله رو تو تمام این 50 روزی که من الان تصمیمم رو گرفتم و دیگه ایران نیستم، با خودم تکرار میکنم، تمام پل‌های پشت سرم رو خراب کردم از عمد. راه اشتباه و نباید برگشت. این اشتباه برای هر کس میتونه یک چیز تعبیر بشه. برای من چی تعبیر میشه؟ برای من این تعبیر میشه که خب آقا قربونتون برم، اون مسیر مال من نبود. من برای خودم، تو خلوت خودم، توی دغدغه‌های شخصی خودم میخوام برای خودم زندگیمو بکنم. یک نفر دغدغه‌ش نیست، اوکی. یک نفر به چیزهای دیگه ای فکر میکنه، اوکی. اصلا کسی اینجا با کسی کار نداره. ولی من صرفا دلم میخواد وقتی که تصویری از من به لحاظ خروجی صورت میگیره، شبیه ترین نسخه به خودم باشه، به چیزی که من با دوستام در ارتباطم، به چیزی که در روز دارم باش مواجه میشم. همین. و هیچ چیز در جهان به نظر من جذابتر از این نیست که تو تکلیفت با خودت روشن باشه. انقدر این جمع لایو ولی برای من صمیمیه که جرئت نمی کنم حتی بدونم بیرون از این در چه خبر. نمیدونم واقعا. ببینه لایو خلاصه که ساعت 3 خورده نصف شبه. اوکی همه این قبل. ولی مراقب خودتون باشید، خوب باشید. امیدوارم که احوالاتتون خوب باشه و روزگار به کامتون.
نمیدونم دیگه چی. ممنونم که تا این لحظه توی این شاید 40 دقیقه 1 ساعت همراه من بودین و از الان به بعدم بریم ببینیم چی میشه. خدا خیلی بزرگه و یک وقتایی شبتون بخیر. امیدوارم که حالتون